اقدام‌های بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی که امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت ادامه دارد به بهسازی تقویت اینفراستراکچوری شهر و دهات تکان جدی بخشیده است. این روند در ناحیه عینی نیز وسعت داشته مرحله به مرحله تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های بنیادکاری سیمای این ناحیه را به کلی تغییر می‌دهد. بنیاد و نوسازی انشاءات تعیینات اجتماعی و خدمت‌رسانی در سمت بهسازی اینفراستراکچور دهات مساعدت فعال می‌نماید. در همین زمینه هیئت کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی در جماعت دهات انزاب از چند انشاءات گوناگون تعیینات که از جانب ساکنان و صاحبکاران محلی بنیاد گردیده ایستادند بازدید به عمل آورده همچنین در تدبیرهای سبز خرمگردانی شناس شدند. در دهه انزاب جماعت دهات انزاب برای سزاوار استقبال نمودنی جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی ادامه دارند. باید قید نمود که خود همین روز در دهه 500 عدد نهال ارچه نوی مجاولنیک در راه و پیراه‌ها و تپه‌های پست نظیرا شنانیده شد. همچنین از جانب مقامات اجراییه باز علاوتاً 200 عدد همین نوی ارچه دسترس کرده شد و در عموم 700 عدد را تشکیل دادند. با ثبت شدن ارچه ها این گوشه دیار به جای سرسبز و خرمی تبدیل داده خواهد شد. برای کارهای آبادانی و سازندگی همه مردم حدود جماعت همه کارها را به اتمام رسانیده ایستادند و چنانکه ما می‌دانیم امروز بهر اجرایش نقشه چاره‌بینی ها در دهه انزاب جماعت دهات انزاب مکتب اینترنت زمانوی که از 3 آشانه عبارت میباشد کارهایش رفته ایستاده است. مردم به سردی هوا نگاه نکرده با استفاده از تکنیک‌های موجوده تعمیر و ترمیم راه‌های محلی در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای ملی انجام داده شد باعث باز هم بهتر گردیدن رفت و آمد ساکنان می‌گردد. دهه انزاب یکی از دهه‌های بلندترین ناحیه عینی بوده برفریزی این سال زیاد بود و باقی مانده برف به گفته ساکنان تنها ماه مارس اپریل آب می شود. همچنین از جانب ساکنان دهه با مسافه 2000 متر دیوار سنگی از سنگ‌های محلی بنیاد گشته است که هم به حسن دهه رنگی تازه می‌بخشد هم برای تازه نگاه داشتن راه بین دهه از ترمه و سیلاب‌ها مساعدت می‌کند. دیوار کردن اطراف شاهراه دهه که این در گذشته شاهراه دوشنبه خوجند بود آباد کرده ایستادند و با مناسبت 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان باز هم از این بهتر و خوبتر در پرتو دستور و سفارش‌های جناب عالی برای آبادی دیار خدمت کرده ایستادند. مورد به ذکر است که معارف در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان در اولویت قرار داشته دوام سالهای صاحب استقلالی شماره زیادی مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنیاد و با تجهیزات ضروری مجهز گردانیده می‌شوند. ساختمان مکتب اینترنت زمانوی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 22 دهه انزاب که طبق دستور بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردید برای 220 نفر تربیت گیرندگان از وادی یغناب نگرانیده شده است. انشاءات مذکور از تهخانه و 3 آشانه عبارت بوده از صنفخانه‌های تعلیمی، خوابگاه، استخوان‌های دوریدگری، دوزندگی، کفشرگری و چلانگری و آشخانه عبارت بوده. کتابخانه تالار خانش با تمام شرایط زمان موافق کرده می شود. من شکرانه استقلالت، شکرانه وحدت ملی، شکرانه چنین پیشوای معظم ملت میکنم که امروز خلق تاجیک رو به پیش نهاده شده است و محض جناب عالی محترم امام الرحمن در وقتی که اجلاسی تقدیرساز اجلاسی 16 تقدیرساز در شهری کوجانشهر برپا گردید در آنجا ابراز نمودند که من برای خانه آباد ملت زیستم، من برای هستی آزاد ملت زیستم. دادی بیدادی اینقدر بوده است در این چرخ کهن دادگستر شوم تا به دادی ملت زیستم. ببینید که 30 سال سپری گشته از این گفته این سخنان ولی امروز در عمل این سخنان جاری شده است. در نظر است که مکتب اینترنت در روزهای عید نوروز بین المللی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. ما اولا مینداری خود را به اساس گزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین شرایط‌های فراهم را در بین کوهستان به ما مهیا کردند که در اینجا صنفخانه‌های برهوا شده ایستاده است، در اینجا سیخ‌های دوزندگی می‌شود، در اینجا صنفخانه کامپیوتری می‌شود، در اینجا سیخ‌های دوریدگری می‌شود که بسیار هم برای رشد دهات برای نسل آینده بسیار هم یک تکان جدی می‌بخشد. من مؤسسه بنیاد گشته است در ایام 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان خدا خواهد به استفاده داده می‌شود که هم از قریب زیاده از 20 نفر صاحب جای کاری می‌کنند. در برابر این مکتب رقمی 22 نیز
пурра таъмиру азнавсозӣ гардида барои муҳассилин шароити хуби таҳсил фароҳам оварда хоҳад шуд. кор дар иншоот дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар арафаи иди байналмилалии Наврӯз мактаб-интернат барои толибилмон аз дарраи яғноб ба истифода дода мешавад. тадбири мазкур дар идомаи корҳои сохтмонӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ амалӣ карда шуда, сокинони ватандӯст низ дар чунин корҳо саҳм мегиранд.